میبینم که شعر میخونید. خیلی کاری مانند است. هر کی باید در کاری خود تا روزی که جان در نفس است، تا جان در گلو دارد، در بدن دارد، باید نانی خود حلال کنند، همونش رو سر همراهش کنند. شعری برداشت از بحث باید تاریخ داشته باشد، اما با تاریخ این ما کار نداریم. حیات ما در هر دقیقه بحث منوزی ندارد. هر قدم بحث است. تو یا دوره در بشینی ستا عقیده است. اگر همه همون را اعتبار بودی و اندیشه خطا نداشت و خطا نداشت ملت جوی رهبو میزنه و خاموشی را پیشه میکنه. این شعر هم یک کردمون حالتهای خورده است که در موارد در جای پیدا شد که برای محافظت ننگ ناموس را بحث مونده شد. برای این کاغذ صبح غمونده رو نام چوب کردید نام چوب کم پهنه شده است. شما اولین همه لخصه بعدی فرزندان شما نمیدید. هزار تشکر. میبینم که همه شعرهای مرثیه هستند. بله این مرثیه های این نوشته شد در یک کتاب. همشه اکنون پراکنده بودن. هر کسی که یک بار وفات کرد، هر کسی که وفات میکرد در مرگ هر یک آدم یک بار یک گویا منم همراهی وفات میکردم. خدا در عالم بودی خاموشان میدیدم. چون که ما انسان ها هزاران خطیه از همدیگر داریم و مجبور میکنند که همنا با ما تحصیل کنند و در همون روز همدرد دیگران شد. این اشاره انسانی علمی است. هر چیزی که به قول گیرگیری هر چیزی که هر غم و اندوهی که در دنیا می شود از دل شاعر میگذرد و از پیکر شاعر. اکثر همینا شناسان من بودن، تو اوگو بودن. شب نیست که یک تن دست مدد دراز کنند همراه اینا نمک خورده باشه. اینا درجه دیگر دارن. هر کسی یک بار حالت میپرسن در راه در کوچه در اون دوره یا که سیم زده حالت میپرسن تلفنی همه هم نیکیه همه هم نوازش است. میگو در یک جا یک گودام دارم. وقتی یک کسی میشه که فوتی دست همون روز دیگه خودت هم برابر همون در همون مزار میبینی درگون میبینی. با فهم من هم درست میگن شعر محصول الهام است، لیکن محصول غم و درد هم هست. محصول الهام بخشش در پیش یک شراره است. یک شراره است که مانند برق خورد یا که همون گوگل که میدنی یک لحظه بعدش در میگه بعدش در نمیگه روشن شد دوست خاموش شد. این الهام همین خیلی است. میآید اگر همون حنر نباشد و نگه نداری و کدام رو وی نابود میشود. مثل شفرکی که پیدا میشود وقتی مادر نگاه بی نمیکند وی وفات میکند. الهام همین که نگه داشتن در کار است. برای نگه داری الهام حرفه همون طفل الهام حرفه چی دیگر در کار است. دیگر شرایط ها در کار است که این در اینجا همه این لباس مطلوب از دانش و فهمیش و خبرنامه است. یا تبزر میگو که بهترین شعر همون شعری است که اگر با شخص شاعر تکانی از بیرون برسد، یعنی از اون که در تخیل خانه شاعر در نهان خانه قلب شاعر یک اندیشه پیدا می شود، یک پیامکی پیدا می شود، یک با قلبش مشخراره پیدا می شود. این هم هست. اما وقتی که از برون از محیط از جامعه یک تکانی می شود، یعنی شاعر رو به این چیز دلالت میکنه، تحریک میبخشد که همون شوری دل خود را بالای کاغذ میبرد. استاد خلاق میگو که شاعر میتواند یک لحظه رو از محیط از جامعه از کیهان خودش بگیرد، همون لحظه رو
توسط شرکت هنر جاودانه بکنند. یعنی همون یک لحظه، یک تپیش، یک موج، یک حالتی معینی مشخصی روحی فرق نداره هر چی بشه. بسیار خوب یادآور شده. واقعا همین است و از این هم زیادتر است. چونکه انسان در کدام محیطی که باشد همون گونه بسر میبرد، همون واقعه ها را در خود تجسم میکنه، میگیرد، درد علم و غمش همه همیره. اگر ما در یک حجره کاری نشسته و معنی بجوید و او آدم در یک کارگاه دیگر در میدان جنگ مبارزه برسه، جان در سر مو رفته سر که در یکون نخگاه از بابا سنگا میرزد، مو را تصور کردن نمیتونه. نمیشه مو شاید یکی با اون درجه که انسان اون در حدی که انسان میبیند و اون حالتی که همون را از تاثیر میکنه، یک لحظه این تاثیر همون از ساعتها اندیشه کرده ای که در خیرات است زیادتر ثمر دارد. و گاه میگن که با دانشمندا با اهل ادب شهر نیست وظیفه بتی، منصب بتی. خودم که نمیدونم که با اهل ایجاد و دانشمند یک کوره دادن، اون نه تنها یک وظیفه خدمتی دادن است. این یعنی که زنده کردن تاریخ تمدن، تحکشی که داشتن به حیات من بعده برای هدایت کردن انسان می شود. چون این انسان حالتهایی را در همون میزی کاری، در همون کرسی میبیند که دیگران که از این دنیا خبر ندارن اون گونه نمیفهمند. هر یک انسانی که قبول میکنن، صحبت میکنن، راهنمایی میکنن، از نگاه همون دارا و نادار دست کوتاه و دست دراز شد و غمگین خلاصه های میبرد کتاب و میخواند. نه تنها همین حالت ها او را وادار میکند که برای فردای کشورش، برای خودشناسی ملتش، برای در عرصه بین خلقی سری بلند برآوردن، زبانی دراز داشتن و سعی میگذارد. هم کارش را خوب میکنه، انصاف دارد، فهم دارد، دل دارد، هم برای آینده‌ای که بعد به پیری میرسد برای ایجاد کردنش این لحظه ها نهایت مهم میشوند. کتاب های میشوند که دیگران در این محیط که بیخبرند ایجاد کردن نمیتونند. همین سوال شما تاثیر همون حالت همین گناه میرسد. اینجا استاد بزرگ من یک ورق زدم، یک شعر مرثیه برای خود نوشتید. این تجربه شاید تجربه خیلی کم نظیر باشد. شاید برای خود مرثیه بنویسد. این چی شما رو وادار کردید به این؟ برای اون که از اون که بعد سند یک از خانه در حقیقت دانسته و نادانسته قصه ها میگفت که به عقل رسانده از حقیقت دور است، گاهی افسانه است، گاهی افسانه و حقیقت کردن در کاری حقیقت بوده رو مشکل کردن ضرور است که همین هر کس به هر اختیارا به دنیا میرند، غیر اختیار به دنیا میرند انسان با. لیکن در این محیط افتاده باید به اختیار پیدا کند، چکار کند، برای چی به دنیا میرند، اندیشه کند، چگونه آن را بگذراند، با کی هم صحبت شد، کی را دوست دارد، کی را انتخاب کند. برای همه اینها در مجموع برای بستن باری سفر، رخت سفر چی گونه باید بار باشدی
چی داشته باشد، چگونه مطلوب داشته باشد، چگونه دیگر حالتهای داشته باشد که همون شخص معرفی کنند. برای همین من روزگاری که از سر گذراندم و امید دارم که باعث عبرتمندی است، هم در راه زحمت کشیدن در کارهای جسمانی و زحمت‌های دیگر، هم در ایجاد، هم در همه راهی که خواستم که یعنی شانه بذارم گام‌های استقلال گذاشتم. برای همین برای چی من آمدم؟ من برای تأمین شهرت مردن را زندگی کردم. زندگی رو من خیلی دارم. برای تأمین شهرت مردن را زندگی کردم، نه برای زندگی کردم. برای همین واسطه پیش از مرگ خیلی نوشتم و باور دارم که خلق عزیز من همیشه میشناسم و در روزی همون که این حالت رخ می‌دهد از پی میت من می‌روم و خواه نخواهد و که ما در میان حیات بسیاری سالها در مقایسه و خوردن و دیگر یک سیما، یک راه، یک غایه دیگر است که انتخاب من است که در راه حیات همین مانندی بایزید بستانی آدم باید باشد. من همینا هم روزگار خیلم کردم که انسانها رو آزرده خاطر نکنم و هر رنگی که باشد راه تابشی نیکیش رو بیابم. همین مرسیه داشتم. روز مرگم کوچه تنگی میکند، از پی پا پر شود راه مزار، تا سر گور رود چندین هزار. روز مرگم کوچه تنگی میکند. چی منظره شناس؟ من برای روز مردن زیستم، بحر آسان جان سپردن زیستم، بحر نامی نیک بردن زیستم. روز مردن کوچه تنگی. این همه مراد و مقصد ما که از پای سبزه بریم، نه گرد خیلی. امیدم همین است. باور دارم تا اندازه نصیب همه شد. خدای مهربان این اندیشه های من جانداری میکنه. اکنون ما استاد عزیز دعا میکنیم، باور داریم، اطمینان داریم که شما یعنی 10 سالهای دیگر خیلی عمر میبینید و برای من این گونه کتاب‌هایی که نو بهای جان، غمنامه، باز چند کتاب دیگر چاپ کردید، باز شمار این کتاب‌ها بیشتر میشود. البته عاشقان شعر، محبان ادبیات و من اخلاصمندان کلام بدیع استاد محمد غایب را همچون یک شاعری غزلسرا اعتراف میکنند، بیشتر میشناسند، هرچند که در همه انواعی هم شعر سنتی و هم شعر امروزی ایجادات شما گواهی میدهد که شما خیلی دستاهای گوناگون شعر، دست قوی و احساسی زبردست دارید و اما همین یک حالتی هست که شور و شرر غزل، سوز و ساز غزل، تاثیر غزل باز شیرینی دیگر و تراوت دیگر دارد. چونکه نمیدونم این یک از همین بسیار خوب گفته. برای که همین کاری نیکو کردن از پر کردن است، این با همه شده خود دارد. هر کاری که دست داری روز برای هنر سایقل می‌آورد. در شاعری هم با غزل دست زدن بسیار یعنی سایقل هنر می‌شود، چون که هم ردیف میکنی، هم قافیه میکنی، هم معنی درجا میکنی، هم بسیار تحلیل میکنی، برای گپ دیگر میوبی که اونو تصدیق کرد. همه اینها مشق میشود، مشق هنر میشود، هنر سایقل میدهند و
شیرینی شعر می شود. تا استعداد همه همیاده چه بگیم یک هموار کننده یا پرداز دیگر است یک معنی یعنی که جهانبینی انسان هم بیان میکنه که چی ها دارد در خزینه‌اش چگونه پیشنهاد کرده میتواند. اگر اینا را بسیار ندانی بیت اول گفتی و بیت دوم گفتی بیت سوم در میمونه که بیت قانون غزل نمیشه قاعده غزل نمیشه باید کم نباشه غزل پروژی. آره همین این یک امتحان است برای شاعر. برای شاعری این غزل سرایی امتحان است و برای مردم هم که دیگه مردم همین میخواهد که یا غزل اول غزل میخواند یعنی همه حالتهای روحی خود را با همه افاده میکنند ایرش رو تسکین میدید و بعد ربایی میخواند در حالتهای گوناگون زندگی فلنگ میزنند در دایره خودش. برای شیرینی غزل که اول ایسر میشود برای اونایی که غزل رو یک کاری بیهوده میدونن که بعد ایجادکاران ما اونا خود حنان غزل گفتن بسیارش ندارن غزل خوب گفتن نمیتونن برای هم دیگران نمیگذارن که ایجاد همهش ایجاد است. از این متا همه چی میسودن کی هنر داره چی خیلی میسودن. مهم یک پیام نیکو دوستان از مهمیت سخن نام همه سخنه همه معنی را به غزل هم افاده کرده میشه. معنی سیاسی دیگر حالا اجتماعی چی باشد واسطه هنر که باشد در همه جان گفته میشه. شادم که غبار از ره نیرنگ ندارم شادم که غبار از ره نیرنگ ندارم از فتنه بر رو یک خطی و جنگ ندارم. آهن صفتان نیز من شکوه ندارند آهن صفتان نیز من شکوه ندارند. رحم است به هر قطره مرا زنگ ندارم. دیگر نکنم تا دم پدرو شعارم دیگر نکنم تا دم پدرو شعارم. ای شیشه تو آسوده بزی سهم ندارم. دیگر نکنم تا دم پدرو شعارم. ای شیشه تو آسوده بزی سهم ندارم. از سینه مادر که گرفته است تنم جان از گاو تبالان جهان رنگ ندارم. در بزم زمان جای برای چی مرا نیست در بزم زمان جای برای چی مرا نیست. اون ساز غرورم که دیگر اون ساز غرورم که هر آهنگ ندارم. نیکان همه همسایه بجویند نخوانند نیکان همه همسایه بجویند نخوانند. دنیاست خبردار دلی تن ندارم. دستی کی دراز است و توانست بدانند دستی کی دراز است و توانست بدانند. بر یاد نآرند مرا هم ندارم. زار است به انگشت سراغ در دیدار زار است به انگشت سراغ در دیدار. سربازی صف دورم و سرهنگ ندارم. در وادی تقدیر من است در وادی تقدیرم اثر نیست تهدید در وادی تقدیرم اثر نیست تهدید. زیرا که خیال بسر از جنگ ندارم. تا حفظ کنم نام محمد و بساطم گنجینه دیگر به جز از نام ندارم. در حقیقت انجام یکی اصلی مقطعی همین غزل از ننگ از نام از آر از ناموس ارزشی بزرگتری در یک انسانی مفکر یک انسانی صاحب دل بیشتر ارزش بوده نمیتونم. این همین گناه
میآفرم خیلی دیگر با غزل میگم در همه جا سیاست هست، در همه اجتماعات هست، در اینجا عدالت هست، دیگر چه تصویر زمان است و بیرون از اون است باز گپای خود من است و هشدار کننده تاکید کننده است که انسان ها این را خوب است این را خوب نیست. بله واقعا شاعر رهنمای جمعی است، واقعا شاعر تربیتگر است، شاعر مثلا یک باید دیگه غزل دیگه هم خواهد بعد نمید هشدار که پایان همه جو جهاد است. غمگریه باران خبر از مرده باد است. غمگریه باران خبر از مردن باد است. وقتی که باد می شود یا که تندر چراغ می شود چه می شود وقتی که باران میاد اون خاموش میشه. این هم میاره که میبینم نمیرم یک تصوری واضح در دیده فهم میرسه. این بینید که استاد روزی زور روزی استاد آینی است، یک روزی بسیار مبارک است و ما هم خیلی یک عزم کردیم که با عیادت شما ببینیم که استاد محمد روی چه حال و چه کار دارند و بسیار خوشنود شدیم که شما رو سر کتاب میبینیم، سر ایجاد میبینیم. نباشه با همه وابسته به همین گپ یک بیت یا که دو چی از همین عینی میخونم دو بند این شعر بسیار شعر دراز است. دو بند همین شعر میخونم بگویم که این شعر خیلی دراز است. در از ما بیان میبینم که بود در همین کاخ سروش در محفل شعر شما یک کارمندی وزارت امور داخله بود عمرجان امامعلی بود. همین رو از ابتدا تا انتها خوند و ما خیلی احسن گفتیم که واقعا خیلی یک پر تاثیر خوند و از آگاه بوده است از هیچ چیز فراموش نمی‌شود. زحمت هایی که استاد عینی کشیدن در همون زمان کتاب های زمان شورای پهن نبود و کتاب های پیشینه تعقیب دادن در یک خانه نشسته در سمرقند در نمونه ادبیات تاجیک آفریدن این از قهرمانی هم بلند است. چی گفتن نمیدونم که چگونه ذهن داشته است استاد، چگونه بزرگی داشته است، چگونه فدایی ملت بوده است، اینا را کیخون کرده است. یعنی که حالت پیغمبرانه هم داشته است که نشکم گواهی میده چلی همین خیلی میشود. اینا آفریده و در زمانی که انسان ها ما فکر کردن بعد آشنایی و بعد نوشته هایش و حالت های ترجمه هایش که راهی تای کردهش آشنا شدن و خلاصه هم که این انسان ها در اون زمانی که کس با کس گرش گفتن نمیتونست و دوستی با همسرش و خانگیش بکنه این چجور آده داشت که از سری منبر میگفت یکان محافظ نداشت در یک خانه آفریدن این قدر چیزا رو که و هر حال تهدیدا بود لیکن محافظان هم بود دانشمندان شاید یعنی خبر داشتن لیکن هویت ملیشان اقتدار خودشان فهمیشان و تشخیصشان بنیادانیشان پنهانی محافظت میکرد. همین دولت تصور نکنم که سپری این بزرگ میشد در همان عهد که کس از سایه خود شبهه داشت از بیان فکر و شرح غایه خود شبهه داشت از نگاه همسر همسایه خود شبهه داشت منبر از مستحکمی پاره خود شبهه داشت از در سر منبر ناترسیده
میگفت استخوان از رای پیموده تاجیک تاریخ کهن داشتی حسرت و دل از عهد سامان بزرگ داشتی حسرت و دل از عهد سامان بزرگ آب هرچی غیر داد دیوان بزرگ شد سبق آموز محروم از دبستان بزرگ ما تنها کسی از نام خراسان بزرگ امر شیرین تو تم از یادهای تلخ داشت حسرت آهنگ از بخارا و فغان از بلخ داشت جان شیرین کرده فردوسی عجب را زنده کرد پارسی کشته شمشیر جان را زنده کرد مولوی با من نی مولوی با نی همه درد علم را زنده کرد بیدل آهنگ خموشی زیر بم را زنده کرد قدرت تو مرده خاک زارینه را زنده کرد خفته 100 ساله صاحب قرار را زنده کرد واقعا همون نمونه ادبی تاجیکی شما همین چیز در نظر دارید واقعا یک خدمت بی‌بهای عینی است خدمتی بی‌نظیر استاد عینی در راه مملکت‌داری ما سالهایی که مثلا همه جا سیاه‌نویسی بود همه جا خوف خطر همه جا چون نمین ابرهای سیاه همه را پیچونده گرفته بود استاد واقعا یک قهرمانی بی‌نظیر کردن که نمونه ادبی تاجیک رو نوشتند و ثابت کردن که این خلق و این مردم صاحب تمدنی کهن است. استاد برای یک صحبت بسیار زیبا من بسیار خوشنود شدم استاد وقتی که با سراغ شما می‌آمدم گمان کردم که استاد خیلی افسرده است خیلی اما شاد شدم که شما راستی که سری حال هستید و خیلی که آمده شما من شخص بعد خواب بودم لیکن چیزایی است که در نمود ناموس که نیروی دیگر میباشد بعد هم صحبت خوب کبوتر با کبوتر باز با باز این یک نیروی نهانی است که همون زمان آشکار میشود همراه میشود جان میباشد من از شما بسیار احترام دارم و همین انسان هایی که در کار خود استادم عادی ترین آدم باشد در کار خود استادم بسیار دوست می‌دارم اینا را پایه بزرگی کاخی بلندی و تنداری می‌شود. هزار سپاس. واقعا وقتی که من شنیدم که استاد اندکی بی‌تاب هستند اندکی چی دارن حالشون اندک موجود است و امروز محفلی استاد عینی بود در دانشگاه ملی اشمو یاد کردم و من خیلی نیت کردم که شما رو ببینم و سلام و پیامی استادان دانشگاه ملی رو که همگی با شما احترام دارم احترام قائل هستم برسونم و بسیار خوشنود هستم که استاد عزیز شما میدونه یک جوش و خروشی ایجادیتون حتی در وقتی مریض بودنتون در وقتی ناتو بودنتون میدونه جوش و خروش احساس میشود. من استاد بسیار میخوام که شما هر چیز تر سلامت بشوید همه جهت مثل سالهای پیشین به موی شما به قول خار نرسد خار نچسبد و جامعه تاجیکستان از شما امیدهای زیاد دارد. زنده باشه هزار تشکر. شما یک شاعر فقیه هستید شما متفکر هستید شما یک از اون زمره از اون سلسله شاعرایی هستید که ملت افتخار میکنه واقعا افتخار میکنه چون که کارنامه ایجادی شما به همه معلوم است نه تنها در تاجیکستان عزیز ما بلکه بیرون از اون و نمی کتاب‌هایی که زرد و سرخ و همین من رنگی ظاهرش در نظر دارم در باطینشون دنیا سخن است
دنیا معنی است، هم شعر و هم نثر و هم انواع کلام بدیع هست. من آرزو میکنم که شمارشون بیشتر شود و تن و جان شما استاد عزیز صحت باشد همیشه و همیشه در محفل های ادبی، در همین جامعه، در مجلس و محفل و نشست ها و همین ازدحام مردم باشد. زنده باشد. منم تعداد دوستانم از حدی بعد زیاد نیست، همونه هستن که دید و درک دیگر دارن، دایره فهمیششون باید فراخ است و آدم با همه اونا نشستن گفتگو کردن بردی زیاد میکنن، اما از ضایع نمیگذارن، بیخبر باشد، از یکی خبردار میشد. من شما را در همین صفحه شمارم که یک زحمتکشی بزرگید، یک مسافری راه علم و ادب که آنهای استوار میگذاره. منزل امید این گونه انسان ها بسیار دور است، تا اونجا رسیدن این امر کفایتی میکنن نمیکنن، لیکن اون امید مقصدهایی که شمالی که به همونجا میرسن با همصحبت و همراه و همنشین و شناس یک روحی دیگر میبخشد، یا حول دیگر میبخشد. یک با این گونه انسان ها زود دیدار ببینن. من خوشبختم و همین کتاب ها را با شما میسپارم، هرچند از این کتاب هم بسیار کم است. شما یک جانفیدای همین راه علم، میدان نبرد علم برای بهای جانی و تنداری را به شما میسپارم که وطن زر گوهر نیست، بهای جانی آدم است. برای وطن هزارها سرها بهتر شدن در کارزارها، در غارها، در کیم و جاهای دیگر، در بیابانها تومه کیم چی شدن، لیکن اونا وطن ساختن، ماندن، خود هیچی نبردن، بعدیرها یادگار بودن. باید ما این بود که میراثی ها خوبتر آباد کرده و گفته های سرور دولت عمل کرده، وطن اجدادی ما رو نگه داریم. در این دنیای پر از تضادها، دنیای مرکب، دنیای خصب و کشتار دیگر خودمون رو محافظت کرده بتوانیم. برای همین شما را هم یک سربازی بزرگی همین میدان، یک سرهنگی که به 1000 لشکریان نمونه نسبت. 1000 تشکر سالی عزیز، 1000 تشکر. امروز که 15 اپریل سال 2025 است، در صحبت استاد ما بودیم و از نام همه ساکنان تاجیکستان، از نام خاصتا از نام عاشقان ادبیات بار دیگر به شما تندرستی کامل. تشکر.